قبل از ادامه ویدیو لطفاً چنل را سبسکریب کرده علامه زنگ را کلیک نمایید تا از ویدیوهایی که در آینده نشر میشد آگاه باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر مریم کاظمر هستم. موضوع وبینار امروزی ما شما میفهمین که چی هست دنتال بلیچینگ یا بلیچینگ دندان ها. خب خدا کنه که موفقانه پیش بریم. شروع میکنیم موضوع وبینار را. موضوع وبینار امروزی ما دنتال بلیچینگ هست. قبل از اینکه مستقیم وارد بلیچینگ شوم، وارد مبحث بلیچینگ شوم، یک تعداد از گپ‌های دیگه هست که میخوایم توضیحات بدیم. مثلا چی محتویات موضوع وبینار امروزی ما چی هست؟ امروز میخوانیم راجع به اسباب و انواع دیسکالوریشن ها، اینکه ما را منتج به چی میسازه به تداوی که یک نوع از تداوی دندان های دیسکالر شده ما بلیچینگ میباشد. انواعش رو میخوانیم، انواع تغییر رنگ شده دندان ها رو و همچنان اسبابش. بعد از این تریتمنت آپشن یا گزینه های تداوی که ما برای دندان های دیسکالر شده داریم درباره ازو میخوانیم و بعد میخوانیم برای دنتال بلیچینگ که موضوع وبینار امروزی ماست. تحت عنوان بلیچینگ ما میخوانیم که انواع و تکنیک های بلیچینگ رو، کدام چند نوع تکنیک ما داریم برای بلیچینگ. بعد از این درباره اندیکیشن و کنترا اندیکیشن های بلیچینگ و همچنان درباره اختلاط های بلیچینگ که چی رقم این اختلاطات را ما میتونیم که کور کنیم و جلوگیری کنیم از این اختلاطات. اول سر خودم به یک معرفی کوچک از دیسکالوریشن یا تغییر رنگ دندانی. تیت دیسکالوریشن چی را میگه؟ هر تغییری که در هیو، در رنگ و یا در شفافیت یک دندان با وجود میاد، ما چی میگیم؟ دیسکالوریشن دندانی یا تیت دیسکالوریشن. انواع دیسکالوریشن اگه ببینیم، عموما دیسکالوریشن ها به حساب مختلف دیویژن ها یا کلاسیفیکیشن شده در مختلف کتاب ها، اما تقسیمات معمولش و کلاسیفیکیشن معمولش به دو نوع ما داریم که عبارت از اکسترینزیک دیسکالوریشن یا دیسکالوریشن های خارجی. منبع خود دیسکالوریشن خارج از دندان میباشه و طبقه که مصاب میشه طبقه خارجی در ما یا انامل و یا مینا همچنان میتونیم میباشه. در انترینزیک دیسکالوریشن های ما دیسکالوریشن های هستن که طبقه داخلی یک دندانش مصاب میشه که این طبقه داخلی ما چی هست؟ دنتین میباشه. پس ما میگفتیم که در اکسترینزیک دیسکالوریشن ها طبقه دندان ما که مصاب به تغییر رنگ میشه طبقه خارجی دندان ماست یا انامل است، و در انترینزیک دیسکالوریشن که از نامش معلوم است طبقه دندانی که مصاب به تغییر رنگ یا دیسکالوریشن میشه طبقه داخلی دندان و یا دنتین ما باشه، دنتین لیر. میم سر اسباب اکسترینزیک دیسکالوریشن اول صحبت میکنیم که اکسترینزیک دیسکالوریشن های ما اسبابش چی چیزهای میتونه بوده. اسباب اکسترینزیک دیسکالوریشن های ما البته در اشخاص جوان و در اشخاص کاهل کم متفاوت است. ما درباره اسبابش گپ میزنیم، البته باز در هر دو طبقه اشخاص جوان و کاهل جدا شده. در اشخاص جوان اسباب اکسترینزیک دیسکالوریشن ها عبارت از پور اورال هایجین. اورال هایجینی که یک شخص مراعات نکنه و میفهم که باعث تجمع پلاک میشه، پلاک به داخل تبدیل میشه به کالکولاس، کالکولاس هم زمینه رو به تارتار مساعد میکنه که یک تغییر رنگ است. بعد اسباب دیگه، سبب دیگه که در اشخاص جوان ما داریم و باعث اکسترینزیک دیسکالوریشن میشه چی هست؟ اگزیستینگ ریستوریشن. مثلا ریستوریشن های کامپوزیت یا آمالگام. در تصویری که میبینیم یک ریستوریشن کامپوزیت است که در اطراف خود از دست پلیمرایزیشن شرینکیجی که داده چی باشه؟ ناشی از مواد باشه یا ناشی از خود پروسه غلط تداوی غلط دکتر باشه، یک فاصله بین مارجن خود کامپوزیت و دندان وجود آمده که بالاخره توسط غذایی که ما میخوریم و مواد رنگی که داخل غذای باشه اینجا باعث تغییر رنگ میکنه. علت سوم که در اشخاص جوان باعث اکسترینزیک دیسکالوریشن میشه چی هست؟ جینجیوال بلیدینگ. جینجیوال بلیدینگ ناشی از جینجیوایتس و بالاخره برمیگردیم پس جینجیوایتس هم توسط در اثر خود مراعات نکردن حفظ الصحه یا پور اورال هایجین. علت چهارم ایتینگ هابیتس. بعضی غذاهایی که اشخاص سیرین خود میخورند، مثلا غذاهای مصنوعی که در ترکیب خود رنگدانه های تاریک دارند و باعث تغییر رنگ اکسترینزیک ما میشه.
و در شماره پنجم چی هست؟ نسبت ممبرین. نسبت ممبرین یا غشای نسبت که ما برش پرایمری انامل کیوتیکل هم میگیم و یک غشای است که از ریدیوسد انامل اپیتلیوم ساخته شده تا اینکه دندان ساخته میشه، طبقه انامل تکمیل میشه، این غشا باقی میمانه تا اینکه یک دندان در جوف دهان خروج میکنه. بعد از اینکه دندان خروج میکنه با مرور زمان توسط پروسه ماستیکیشن و برس نمودن دندان ها این غشا از بین میره. اما در بعضی از دندان ها، در بعضی از اشخاصی که حفظ الصحه خود مراعات نمیکنه درست، خصوصا در اطفال، این غشا در بعض ساحات موضعی باقی میمانه و ساحاتی که باقی میمانه این غشا من ساحه سرویکال یک دندان است و تغییر رنگی که با وجود میاد از در اثر نسبت ممبرین این رقم است، این شکل است. نسبت ممبرین یک غشای است که خاصیت فیبروزی داره و هر چیزی که یک خاصیت فیبروزی داشته باشه رنگدانه ها را بسیار با آسانی میتونه کشف کنه در واقع، بالاخره باعث تغییر رنگ در قسمت سرویکال دندان میشه. این بود اسباب اکسترینزیک دیسکالریشن ما در سنین جوان. ما مال سر اسباب اکسترینزیک دیسکالریشن صحبت میکنیم در سنینی که در اشخاص کاهل یا in older patients. چی هست؟ چی میتونه باشه؟ chromogenic foods and drinks، غذا یا نوشابه هایی که رنگزا باشه یا color pigments داشته باشه، مثلا استفاده بیش از حد از قهوه، از چای سبز مثلا که میتونه باعث extrinsic discoloration باشه، یا مثلا tobacco staining، استفاده از تنباکو که عموما به هر شکل اگه باشه تنباکو تغییر رنگی که به وجود میاره در قسمت بیشترین قسمت های دندان را که مساب میکنه قسمت های سرفیس های سطوح لینگوال یک دندان است و همچنان ریستوریشن های لیکی ریستوریشن هایی که در اثر پلیمرایزیشن شرینکیج به وجود میاد و بالاخره در مارجن های ریستوریشن ها تغییر رنگ میتن. تا این اما چه میگیم اکسترینزیک. این بود اسباب اکسترینزیک دیسکالریشن ما در سنین در اشخاص کاهل. میام والا سر انترنزیک دیسکالریشن گپ بزنیم. انترنزیک دیسکالریشن رو اگر ببینیم اسباب لوکال هم داره، موضعی، اسباب موضعی و اسباب سیستمیک هم داره. در اسباب موضعی اسباب هستن که مربوط به مریض میشه و یا مربوط به دکتر دندان و یا دنتیست میشه. اسبابی که مربوط مریض میشه عبارت از نکروز پالپ است، پالپ نکروزس که یک خودش هم شما میفهم پالپ وقتی نکروز کنه کاملا لیکوفکتیو نکروز میکنه و باعث تغییر رنگ دندان از سمت خارج شما شاید باشین. بعد انتراپالپال هیموراژی که در داخل پلپ باشه که ناشی از تراما، چی ناشی از تراما و یا کدام علت دیگه. بعد ایج سن همچنان میتونه که باعث انترنزیک دیسکالریشن باشه که مربوط یک فاکتور است که مربوط خود مریض میشه. هر چقدر که سن بلند میره رسوب سکندری دنتین ما زیاد شده میره در اطراف پلپ چمبر که این هم باعث تغییر رنگ میشه. ما میفهمیم که طبقه خارجی ما که با برش انامل میگیم کاملا ترانسلوسنت است، شفاف است، کدام رنگ نداره. رنگ یک دندان مربوط طبقه داخلی دندان که ما برش دنتین میگیم باعث از میشه. اساس دنتین یک دندان رنگ خود میبینه و هر چقدر با مرور زمان با پیشرفت سن رسوب سکندری دنتین ما زیاد شده همان قدر دندان زرد شدن میگه. علت چهارم در اسباب لوکاله که مربوط مریض میشه چی است؟ کالسیفیک متامورفوسیس. کالسیفیک متامورفوسیس که در اثر التهاباتی که ناشی از کریس و یا از دست تراما موجود میاد. این ما میگیم کالسیفیک متامورفوسیس که کاملا دندان رنگ خود رو از دست میده. تصویر شما میتونید دیده دندانی است که aseptic necrotic pulp داره و دندان مجاورش چی داره؟ کالسیفیک متامورفوسیس داره. کالسیفیک متامورفوسیس که از نامش معلوم است و در ایکس ری البته در سمت خارجی از نمای کلینیکال اگه ما ببینیم دندانی که aseptic necrotic pulp داره و کالسیفیک متامورفوسیس داره از نمای کلینیکی از نمای خارجی دوی یک رنگ معلوم میشه. اما وقتی ایکس ری گرفته شده شما جمع میتونید که دندانی که کالسیفیک متامورفوسیس داره کاملا پلپ چمبرش و روت کانالش چی شده؟ مسدود شده توسط کالسیفیکیشن که یگانه راه تداویش چی است؟ RCT. بعد از RCT ابچوریشن و بعد از ابچوریشن هم اینترنال بلیچینگ. اسبابی که مربوط به دکتر دندان یا دنتیست میشه چی هست که باعث تغییر رنگ انترنزیک ما میشه؟ remnants of pulp tissue، بقایای پالپ بعد از عملیه پالپوتومی مونده باشه. پالپوتومی مثلا در اطفال، در اشخاصی که سنشون خرد باشه، اپکسشون اوپن باشه،
اگر التهابات درد دندان داشته باشه از اثر کریزیو ما برشان پلپ اکتومی میکنیم و پلپ اوتومی میکنیم و از بعضی از وقتی پلپ اوتومی به شیوه درست خود انجام داده نشه بعضی از بقایای پلپ داخل قسمت کرونال دندان باقی میمونه و باعث دیسکالوریشن های انترنسیک میشه. منبعش یعنی انترنسیک است. در قدم دوم رود کانال سیلرز، بقایای سیلرهای رود کانال که بعد از ابچوریشن مثلا ابچوریشن دکتر میکنه اما مقدار از سیلری که در قسمت تاش باقی میمونه درست پاک نمیکنه. در که شیوه درستش می است که وقتی شما ابچوریشن میکنین جی پی کات میکنین در این ساحه مکمل باید کویتیتون همراه با یک بخته که آغشته با آب مقطر باشه یا سدیم هایپوکلورات باشه یا کدام آب دیگه یا مثلا انستیتیک ایجنت باشه مکمل پلپ چمبر باید شما پاک کنین. کریستال کلیر باید باشه. بعد از اینکه پاک کنین کویتیتون سمت خود کرونال پلپ چمبرتون همراه با یک بیس یک سیمنت باید بسته کنین تا ما یک کرونال سیل خوب داشته باشیم. بعد از اینکه یک بیس مانه که مومن یک بیس چی مانده میشه فسفات، بعد از اینکه فسفات ماندیم مثلا همراه با ریستوریشن های دائمی ریستور میکنیم. و در قدم سوم اینتراکانال مدیکیمنتس مثلا استفاده از کالپلاسیوم یا در هر نوعی که چی داشته باشیم کلسیم هیدروکسید یا کدام مدیکیمنت دیگه که داخل کویته ما میمونیم اما در ویزیت دیگه مریض رو میخوایم کاملا درست پاک نمیکنیم که هم یک زمینه برای انترنسیک دیسکالوریشن های باشه. و در شماره 4 ما چی داریم در که اسبابی که مربوط دنتیست میشه عملگم، پرکاری های عملگم و یا استفاده از پن و یا پوست. خب این بود اسباب انترنسیک لوکال شما. میایم سر اسباب انترنسیک سیستمیک شما. بعضی از عوامل سیستمیک است که باعث انترنسیک دیسکالوریشن های ما میشن. مثلا عناوینی که دیجا ما داریم در سیستمیک اسباب سیستمیک که باعث انترنسیک دیسکالوریشن داریم چی هست؟ دراگ ریلیتد دیسکالوریشن ها، دیسکالوریشن هایی که مربوط دواها میشه مثلا استفاده از یگان دواها که بعدا میخوانیم یا دیسکالوریشن های انترنسیک که ناشی از نواقص رشدی باشه و یا هم انترنسیک دیسکالوریشن هایی که از اثر متابولیک دیزیزز باشه. تحت عنوان دراگ ریلیتد دیسکالوریشن ها اگر ببینیم یا دیسکالوریشن های انترنسیک ما که در اثر دراگ ریلیتد یا در اثر دواها استفاده بعضی از دواها وجود میاد. یک استرینینگ بسیار معمولی که ما داریم چی هست؟ تتراسایکلین استرینینگ. تتراسایکلین ما شما میفهمیم که یک دوای ضد میکروبی هست و اگر در جریان این که یک دندان در حالت مینرالایزیشن خود باشه که من طفل در بطن مادر باشه و یا چی بعد از پیدایش تا 8 سالگی ما میفهمیم که یک مینرالایزیشن دندانهای دایمی و شیری تمام میشه. در این مدت زمان اگر یک شخص از تتراسایکلین استفاده کنه تتراسایکلین میره مستقیم همراه با مینرال های یک دندان تعامل میکنه یک جای میشه وصل میشه و بالاخره تغییر رنگ میده. تغییر رنگی که از دست تتراسایکلین به وجود میاد از زرد یا مایل به زرد گرفته تا قهوه‌ای و حتی تا رنگ آبی میشه. بعد دواهای دیگه‌ای که باعث در تحت عنوان دراگ ریلیتد دیسکالوریشن ما چی است؟ فلوروسیس یا استفاده فلوروسیس. ما میفهمیم که از اثر استفاده بیش از حد فلوراید وجود میاد. چی استفاده بیش از حد فلوراید در کریم دندان باشه مثلا یا از آب که ما مینوشیم دو باشه و یا هم توسط دکتر یک دوای فلوراید پرسکرایب شده باشه که بیش از حد اگه استفاده شه باعث فلوروسیس میشه. فلوروسیس ما میفهمیم که چندین گرید فلوروسیس ما داریم که از رنگ زرد گرفته تا به دارک براون و حتی تا پتت انامل در تصویری که شما میبینین و چندین اشکال میباشه. در نواقص های رشدی دندان ما چی داریم؟ امیلوجنسیس امپرفکتا. امیلوجنسیس امپرفکتا شما میفهمیم که در این نوع امپرفکتا یک مریضی ژنتیکی است که پروتین های انامل درست رشد نمیکنه، درست تولید نمیشه و باعث ناقص باعث خود چی میشه؟ یک انامل داشت درست چی نمیشه ساخته نمیشه و این ما میگیم امیلوجنسیس امپرفکتا. The developmental defects یک defect دیگه که ما داریم چی است؟ erythroblastosis fetalis. erythroblastosis fetalis ما یک انیمیای هیمولایتیک در فیتلس در جنین است که در اثر انکمپاتیبیلیتی خون مادر همراه با جنین به وجود میاد. یک لحظه مرا وقت بدین.
خب بسیار زود ببخشید. پس برمیگردیم به درس خود و بالاخره گفتیم که اسباب سیستمیکی که باعث انترنسیک دیسکالریشن های ما میشد، ما گفتیم که سه عوامل عمده بود که drug related بود، developmental defects بود و بالاخره metabolic diseases بود. در drug related ما خواندیم که دواهای مثلا تتراسایکلین یا استفاده بیش از حد فلوراید که باعث فلوروسیس میشد. developmental defect های مانند امیلوجنسیس امپرفکتا و اریتروبلاستوسیس فیتالس و همچنین metabolic diseases که امراضی هستند که در این شخص درست نمیتونه که کلسیم رو در بدن خود جذب کنه و یا مثلا بعضی از مریضی های کبد شما liver diseases ای بود اسباب انترنسیک سیستمیک اسباب میبخشین سیستمیک انترنسیک دیسکالریشن های شما. خب پیش میریم سر تریتمنت آپشن هایی که ما برای دندان دیسکالر شده یا تغییر رنگ یافته داریم. چندین تداوی های ما داریم که عبارت از ماکرو ابریژن و مایکرو ابریژن. در قدم اول ابریژن وقتی میگیم یعنی ابرید کننده. در ماکرو ابریژن و در مایکرو ابریژن چی میشه؟ لایه سطحی دندان ابرید میکنیم، دور میکنیم با که در ماکرو ابریژن این لایه سطحی توسط یک فریز کارباید میبخشید توسط یک فریز فینیشینگ دایموند، یک دایموند فینیشینگ بک در تصویرش میبینید یک فریز فینیشینگ دایموند است همراه به ابریزی لایه سطحی دندان چی میشه؟ ابرید میشه. و در مایکرو ابریژن ابریژن ما توسط چی میکنیم؟ هیدروکلوریک اسید همراه با پیومس پاودر. ما میگیم ماکرو ابریژن و مایکرو ابریژن. گزینه سوم که ما برای تداوی دندانهای دیسکالر شده داریم چی است؟ بلیچینگ هست که بلیچینگ موضوع وبینار امروزی ما هست و ما میخوانیم که بلیچینگ چند نوع هست، چی هست بلیچینگ، چند نوع بلیچینگ رو داریم، تکنیک های بلیچینگ چی هست، کدام ایندیکیشن ها و کانتر ایندیکیشن هایش، ادوانتیجز و دیس ادوانتیجز و بالاخره بالای کامپلیکیشن هایش گپ میزنیم و چی رقم ما این کامپلیکیشن ها رو جلوگیری کرده میتونیم و اگر مریض این اختلالات رو بده چی رقم ما میتونیم که این اختلالات رو کاور کنیم. بلیچینگ و بالاخره گزینه چهارم تداوی ما چی هست؟ وینیر بر دندانهای تغییر رنگ یافته یا دیسکالر شده. این چهار تداوی رو داریم. میایم سر موضوع اصلی خود هم وینیر. میایم سر موضوع اصلی خود که موضوع وبینار امروزی ما شماست. امروز ما میخوانیم درباره چی؟ بلیچینگ که یکی از تداوی‌های برای دندانهای تغییر رنگ یافته است. تیپ بلیچینگ را اگر معرفی کنیم، تیپ بلیچینگ میگه چی است؟ تیپ بلیچینگ یک پروسه روشنسازی دندانها توسط مواد کیمیایی. یک پروسه روشنسازی دندانها توسط مواد کیمیایی که این مواد کیمیایی که ما برش بلیچینگ ایجنتس هم میگیم چندین نوع است. پیش ما مثلا در قدم اول موادی که بسیار معمول است در قسمت بلیچینگ چی است؟ هیدروژن پروکساید. هیدروژن پروکساید 30 الی 35% که ما استفاده میتونیم در بلیچینگ در شکل جل هم میتونه باشه، در شکل لیکوید هم میتونه باشه و در شکل پیست هم میتونه باشه. اما اختلاط قوی، اختلاط بسیار سخت، بسیار جدی که هیدروژن پروکساید قسمی که ما میفهمیم از نامش معلوم است و یک اسید بسیار قوی است، یک اسید بسیار استرانگ است که در حتی در مواد وایتکس هم میتونه باشه یا در بعضی از موادهای آنتیسپتیک و در پستیساید ها. اگر خدای نخواسته همراه با جنجاوا یا همراه با اورال سافت شویش ما به تماس بیاید بسیار اختلاطات جدی رو میتونه بده که دستاده بعدی با سرش گپ میزنیم. مواد دیگه یا بلیچینگ ایجنت دیگه که ما داریم و یک آلترناتیو هیدروژن پروکساید است چی است؟ کاربامید پروکساید که نسبت به هیدروژن پروکساید مخرشیتش کمتر است و ترکیبش چی است؟ یوریا جمع هیدروژن پروکساید. وقت تجزیه شود کاربامید پروکساید 10% ما وقت تجزیه شود تبدیل میشه به 7% یوریا و 3% هیدروژن پروکساید که از فیصدیشون معلوم است نسبت به هیدروژن پروکساید 30 تا 35% ایریتیشنش بسیار زیاد کم است. و بلیچینگ ایجنت سوم را که ما داریم و من حیث یک ماده بلیچینگ ما میتونیم استفاده کنیم چی هست؟ سدیم پربوریت که یک بلیچینگ یک ماده بلیچینگ انتخابی ماست و هیچ کدام عوارض نمیده. یا سدیم پربوریت شما که شامل ترکیبش چی است؟ پربوریت جمع هیدروژن پروکساید. میام سر تکنیک های بلیچینگ گپ بزنیم که ما چندین نوع تکنیک های بلیچینگ داریم. بعد از اینکه ما دیدیم که اسبابش ما دیدیم که اسباب دندان های دیسکالر شده ما فهمیدیم که انترنسیک و اکسترنسیک دیسکالریشن ها بود. حالا میام سر تکنیک های بلیچینگ که ما میتونیم استفاده کنیم با چند نوع است. و دو نوع عمومی هست چی رو ما چی میگیم؟ اینترنال بلیچینگ و یا هم اکسترنال بلیچینگ.
اینترنال بلیچینگ چون ما میگیم که از اینترنال بلیچینگ از نامش معلوم است یک دندان رو از قسمت داخل میگیریم ما بلیچ میکنیم و بلیچ شما چون میفهمین یک مواد اسیدی است هیچگاه در یک دندان زنده ما اینترنال بلیچینگ نمیکنیم. همیشه که بلیچینگ میکنیم ما اینترنال بلیچینگ میکنیم یک دندان میباشه دندان کاندید ما چی میباشه یک دندان نان وایتال یا یک دندان مثلا آرسیتی شده یا مثلا یک دندان همراه با پلپ مرده همراه با یک نکروتیک پلپ از همون خاطر است که اینترنال بلیچینگ ما نان وایتال یا اینتراکورونال بلیچینگ همچنین میگیم وقتی که دندانایی که میشه دندانای عموما نان وایتال باشه و اکسترنال بلیچینگ ما که نوع دوم است بلیچینگ است یک تایپ دوم است بلیچینگ است چون اکسترنال میگیم از سمت خارج و یک دندان رو بلیچ میکنیم و عموما دندان را که بلیچ میکنیم دندان زنده یا وایتال میباشه از همون خاطر است که نام دیگه اکسترنال بلیچینگ ما وایتال و یا اکستراکورونال بلیچینگ است. انترنال بلیچینگ ما دوباره تقسیم بندی شده به بلیچینگ ان آفیس یا بلیچینگ که ما در داخل کلینیک یا میکنیم توسط دکتر دندان میشه و بلیچینگ که واکینگ بلیچ تکنیک. واکینگ بلیچ تکنیک به خاطر برش میگه چون مریض وقتی میه پیش دکتر دندان ماده بلیچینگ در داخل قسمت کرونا دندان مانده میشه کویته کاملا از سمت خارج پر میشه پوش میشه با مواد تمپرری مثلا کویت یا کدام ماده دیگه مریض روان میشه خانه دکتر برش میگه که یک هفته بعد مثلا دوباره بیا برای که مواد دور کنن این که مریض دوباره خودش میایه از خاطر دور نمودن یعنی مواد بلیچینگ از همین خاطر است که ما برش چی میگیم واکینگ بلیچ تکنیک یعنی مریض خودش میاد پیش دکتر اگرچه هر دوی این تکنیک ها در داخل آفیس میشه این آفیس هر دویش میتونیم گفت اما ایره این آفیس میگیم و ایره واکینگ شما دومش هم واکینگ بلیچ هم به خاطر میگیم که چون مریض وقتی ماده بلیچینگ مانده میشه خود مریض دوباره پس برمیگرده پیش دکتر به خاطر دور کردن مواد بلیچ. اکسترنال بلیچینگ ما همچنان دوباره تقسیم بندی شده به دو نوع بلیچینگ دیگه که ما چه میگیم این آفیس یا بلیچینگی که در داخل کلینیک میشه توسط دکتر کاملا در کنترل دکتر میباشه و ات هوم بلیچینگ یا بلیچینگی که کاملا در کنترل مریض میباشه دکتر فقط برش پرسکریپشن میده طریقش برش یاد میده مریض که خانه را خود مریضش رو میکنه. میام سر انواع اینترنال بلیچینگ و اکسترنال بلیچینگ خود بگم واضح تر بالای تکنیکاش و بالای ستپسی که انوالو است در هر یکی از این نوع ما صحبت میکنیم و میگیم که چه قسم میشه. در اینترنال بلیچینگ که ما برش نان وایتال یا اینتراکورونال بلیچینگ همچنان میگفتیم تکنیک اول چی بود این آفیس اینترنال بلیچینگ یا بلیچینگی که در داخل خود آفیس میشه. سابق بر از این تکنیک میگفتن که ترموکاتالیتیک تکنیک. ترموکاتالیتیک تکنیک وقتی میگیم ترم وقتی میگیم یعنی حرارت. تکنیکی بود که بعد از اینکه 30 تا 35% ماده لیکوید هیدروژن پراکساید در داخل کویته یک دندان مانده میشه هیت رو میگرفتن بالای این مواد اپلای میکردن این حرارت این هیت را که میدادن یا توسط پلاگر داغ شده یا توسط کدام وسیله دیگه باعث از این میشد باعث ازدیاد شدن سرعت ماده بلیچینگ میشد و نتیجه زود میداد اما باز یگان اختلاطات بسیار جدی میداد از اون خاطر در وضعیت فعلی این تکنیک را نمیکنن و تکنیک فعلیش قسمی است که 30 تا 35% ماده هیدروژن پراکساید به شکل پیست و یا جل داخل کویته مانده میشه هیچ کدام حرارت داده نمیشه برش. میام سر این آفیس اینترنال بلیچینگ گپ بزنیم درباره تکنیکش و استپ هایی که انوالو میشه. در قدم اول ما چی میکنیم ایسولیشن توسط چی را بردم عموما در این آفیس اینترنال بلیچینگ وقتی ما میکنیم دندان هایی که مصاب میباشه یک یا دو بسیار کم موارد قسم است که تمام دندان های قسمت اسمایل لاین شما که است قسمت استتیک زون شما که است مصاب شده باشه و در موارد بیشترین فقط یک یا دو دندان قسمی که در تصویر می‌بینید یک دندان است که مصاب به دیسکالوریشن اینترنال شده چی میکنیم ما دندان رو کاملا همراه با راوردم ایسولیت کرده بعد از اینکه ایسولیت کرده دندان اگر آرسیتی شده باشه ابچوریت شده باشه خویش و اگر آرسیتی و ابچوریشن نشده باشه دندان رو آرسیتی میکنیم ابچوریت میکنیم بعد از اینکه ابچوریشن کردیم قسمت کرونال از خود رود کانال را قسمت 2/3 کرونال رود کانال رو چی میکنیم ما همراه با فرس دور میکنیم این قسمت 2/3 از اوریفیس گرفته تا سمت اپیکال قسمت برابر 2 میلی بخشن 2/3 قسمت برابر 2 mm میگیریم مواد جی پی رو ما دور میکنیم از اینجا تا اینکه اینجا ما یک سیمنت رو مونده بودیم سیمنت که اینجا میمونیم سیمنت چی میباشه سیمنت
سیمنت RMGI که ما برش ریزن مودیفاید گلاس آینومر سیمنت میگیم که اینجا کم یافت است، اما بجای از این ما GC را همچنان میتونیم، یا GC یا کدام سیمنت مثلا فسفیت باشه یا کدام سیمنت دیگه خوبش باشه شما میتونین یعنی فاصله 2 میلی را که شما اینجا خالی کردین اینجا سیمنت بن و هدف ماندن این سیمنت ای است که یک کرونال سیل خوب شما ایجاد کنین تا مواد بلیچینگ در قسمت اپکس کانال نره. یک و دیگه ای که اینی قسمت های دندان در قسمت سروکس یک دندان بعضی از کانال های از چی ما داریم کانال های فری را ما داریم که ما چی میگیم اکسسوری کانال ها یا لاترال کانال ها ما داریم که توسط این لاترال کانال ها مواد بلیچینگ میتونه که عبور کنه و انتشار کنه در قسمت مواد بلیچینگ میتونه که عبور کنه از این قسمت توسط لاترال کانال ها و انتشار کنه برای در ساحه در فضای PDL. در PDL ما بعضی از حجرات داریم مثلا حجرات آستیوکلاست ها. آستیوکلاست ها فعال میشه و باعث سرویکال ریزابشن چی میشه؟ دندان میشه. این سیمنت که میمانیم بازم تکرار میکنم سیمنت که میمانیم هدف ماندن سیمنت تا لیول CEJ یا سیمنت و انامل جنکشن ما ای است تا ماده بلیچینگ نتونه از اینجا عبور کنه بره به طرف فضای PDL و باعث ریزابشن قسمت سروکس یک دندان شد که یک اختلاط بسیار جدی از انوفست اینترنال بلیچینگ ماشین است. در قدم پنجم ما چی میکنیم بعد از اینکه سیمنت رو ماندیم پلیس بلیچینگ ایجنت ماده بلیچینگ رو همراه با اگر لیکوید باشه همراه با پخته آغشته کرده اینجا میمونیم بسیار ماده کم که من فوکس ما در سمت لیبیال یک دندان می باشه. بعد از اینکه ماده بلیچینگ رو ماندیم ما یک چند دقیقه میگذاریم و دور میکنیم شید دندان مریض رو چک میکنیم. اگر شید دلخواه خود را به دست آورده بودیم کافی میکنیم همونجا استاپ میکنیم تریتمنت خود. اگر شید دلخواه خود را به دست نآورده بودیم دوباره این پروسه تکرار میکنیم. یک پخته دیگه را میگیریم پس دوباره میمونیم تا اینکه شید دلخواه ما را به دست بیاریم. خب پست اپراتیو کانسیدریشنز بعد از اینکه این ماده بلیچینگ رو شما ماندید و تمام شد بلیچینگ شما و دندان روشن شد قسمی که دیتا می‌بینید یک دندان بود که تغییر رنگ کرده بود دیسکالرد بود و بعد از اینکه اینترنال این آفیس نان وایتال بلیچینگ رو انجام داد دندان کاملا رنگش درست شد. بعد از این که وقت بلیچینگ ما خلاص شود تمام شود ما چی میگیریم در خود می کویته مکمل می کویته را پر از پودر کلسیم هیدروکساید میگیریم. کلسیم هیدروکساید را میگیریم همراه با یک مایع استرال آب مقطر و یا با همراه کدام اینرت لیکوید دیگه لیکویدی که مثلا کدام اکتیویشن در داخل دندان نتونه کرده میکس میکنیم پودرش البته چون کنسنتریشن یا غلظت کلسیم در پودر زیادتر میباشه این وقتی میکس کردیم در کویته همراه با یک سپون اکسکاویتر میمونیم و مریض روان میکنیم برای 1-2 هفته همین درسینگ کلسیم رو میمونیم. هدف ماندن کلسیم چی است؟ کلسیم ما شما میفهمیم که کلسیم یک ماده است که با پی بسیار زیاد بلند و یک بیس استرانگ است برعکس مواد هیدروژن پروکساید رو ما گفتیم که یک ماده است که یک اسید بسیار قوی است اما کلسیم هیدروکساید ما یک بیس قوی است و قلوی هست. ماندن وقتی کلسیم هیدروکساید رو اینجا میمونیم و مریض را با 2 هفته روان میکنیم کدام بقایای کلسیم هیدروکساید که اینجا باشه چی میکنه کدام بقایای میبخشین از چی اگه باشه هیدروژن پروکساید اگه باشه کلسیم هیدروکساید بقایای هیدروژن پروکساید رو چی میکنه خنثی میسازه و اجازه نمیده که از اینجا بیشتر انتشار کنه. خب اینجا به تصویر شما می‌بینیم یک اختلاط بسیار جدی از internal in-office non-vital bleaching که چی کنه مریض cervical resorption داده due to internal bleaching و یک serious complication in-office non-vital internal bleaching است که ناشی از انتشار خود ماده بلیچینگ و ماده هیدروژن پروکساید توسط کانال های فری که در قسمت سروکس ما داریم میره تا داخل فضای PDL و بالاخره حجرات آستیوکلاست های ما رو فعال میکنه که آستیوکلاست ها یک ماکروفاج های در قسمت PDL می باشه و باعث چی میشه؟ ریزوربشن دنتین از سمت خارجی. خب این یک تصویر از ارتباط انامل همراه با سیمنتم که انامل وقتی همراه با سیمنتم یک جای میشه سیمنت و انامل جنکشن را میسازه. در 60 الی 65% دندان های پاپولیشن با این ارتباط چه قسم است؟ اوورلپینگ است، یعنی سیمنتم با
کراون چی کرده اورلپ کرده و یا کراون با سیمنت هم اورلپ کرده. در 30% واقعات این ارتباط سیمنت کراون و انامل و سیمنت هم چیز اچ تو اچ یعنی نوک به نوک است و در 5 الی 10% واقعات این ارتباط سیمنت هم همراه با انامل چی است یک فاصله داره، یک اسپیس داره که توسط همین اسپیس اگر ماده بلیچینگ ما خارج شود توسط کانال‌های فرعی وارد چی میشه؟ فضای پی دی ال ما میشه بالاخره external cervical resorption میده. دیگه دفعه است که ما میگیم که وقتی سیمنت رو میمونیم مثلا فکر کنید مثلا کانال شما از این قسمت باشه سیمنت رو وقتی میمونیم تا ناحیه چی میمونیم؟ همین بالاتر از سی ای جی همراه با خود پروب یا اکسپلورر ناحیه سیمنت هم رو حس میکنیم. ما از اینکه حس کردیم دیدیم یا توسط بعضی از اکس ری در اکس ری هم چطور میشونیم که چی کنیم تشخیص کنیم مواد سیمنت رو میمونیم. بعد از اون کلسیم هیدروکساید و مریض رو باید 2 هفته روان میکنیم دوباره باز میکنیم. میریم سر نوع دوم از internal non-vital bleaching خود که ما برش walking bleach تکنیک هم میگفتیم. موادی که در اینجا ما استفاده میکنیم چی هست؟ سودیم پربوریت که سیفترین مواد بلیچینگ است. سودیم پربوریت ما و از چی ساخته بود؟ از چی ساخته شده بود؟ از فیصدی بسیار کمی از هیدروژن پراکساید و پربوریت. اما یک پروسه بطیء است نسبت به پروسه اینترنال بلیچینگ که در آفیس انجام داده میشد. یک پروسه سلوتر است و تا هفته ها امکان داره دوام کنه. Process continues till the patients report back hence called walking bleach. پروسه تا وقت دوام دارد تا اینکه مریض دوباره برنگرده به کلینیک و نگویه به دکتر که می مواد پس کو. از این خاطر ما برش چی میگیم؟ به نام walking bleach همچنان میگیم. تکنیکش شخص است same initial procedures as an in-office bleaching technique. تکنیکایی که در in-office bleaching ما دادیم انجام دادیم تکنیک های ابتداییش همان چی هست؟ همون رقم است. مثلا اگر دندان آرسیتی شده باشه ما ابچوریشن شده باشه فقط چی میکنیم 2 mm از اوریفیس خود کانال هم رو با فرز دور میکنیم. اگر نشده باشه آرسیتی و ابچوریشن خودم آرسیتی و ابچوریت میکنیم و 2 mm از قسمت اوریفیس کانال جی پی رو دور میکنیم. بعد از اینکه دور کردیم یک سیمنت رو میمونیم. لایه سیمنت رو که ماندیم بالای سیمنت مواد از چی میمونیم؟ سودیم پربوریت رو همراه یک چی مکس میکنیم همراه یک لیکوید انرژی یا لیکویدی که کدام عکس العمل داخل دندان نشان داده و یا همراه انستیتیک ایجنت یک سلری یک پیست یک خمیر رو میسازیم. بعد از اینکه خمیر سودیم پربوریت رو همراه با مکس نبودن انستیتیک ایجنت و یا همراه با آب مقطر ما ساختیم همراه با سپون اکسکاویتر در داخل کویته میمونیم. وقتی ماندیم اوریفیس رو همراه با یا خودمی اکسس اوپنینگ خود را همراه با کویچ یا همراه با یک تمپریچر دیگه بسته میکنیم. کاور ویت کاتن پیش از ماندن کویت ما بخته هم شروع می‌کنیم تا به خاطر از اینکه کویت وقت پس کنیم این نهایت چی بر ما معلوم بشه. یک بخته را بالای مواد سودیم پربوریت میمونیم. بعد از او چی را میمونیم؟ کویت یا یک تمپریچر دیگه و ایره که ماندیم مریض حداقل بر 1 هفته روان میکنیم. مریض میگیم که بر 1 هفته برو. بعد از 1 هفته بیا. 1 هفته بعد که مریض میاد شید دندان چک میشه. اگر شید دلخواه ما به دست آورده بودیم دوباره درسینگ میشه مریض. این پروسه دوباره تکرار میشه و مریض برای 1 هفته دوباره خانه فرستاده میشه که این پروسه واکینگ بلیچ و حداقل بعضی وقتا تا 1 هفته اما ماکسیمم تایمش ما میتونیم که 3 هفته یا 3 بار امی درسینگ خود را چنج کنیم. پروسه واکینگ بلیچ تکنیک شما یک تصویر شما تکنیش یا شما میتونیم بگیرم دندان را ابچوریت کرد. بعد از این ساحه 2 میلی دندان را ساحه 2 میلی میباشید از مواد ابچوریشن را که جی پی میباشد دور کرده. این قسمت را دور کرده. یه چی مونده؟ سیمنت آر ام جی هم میتونیم مونده. شما فاسفیت هم میتونیم داده مونده دیگه. جی سی را میتونیم مونده. بعد از اینکه جی سی یا سیمنت را مونده که هر نوع سیمنت را که داریم مواد چی را مونده داشت از سودیم یک پیست یک خمیر از سودیم پربوریت را همراه با انستیتیک ایجنت یا یک مایع انرژی یا یک آب مقطر ساخته و همراه با سپون اکسکاویتر در داخل کویته مانده. بعد از اینکه مانده در داخلش در سرش کاتن پلت یا پختر مانده و در سر پلت همچنان چی مانده؟ کویچ مانده که این تصویر هم برچون واضح معلوم میشه که چه قسم از اثر واکینگ بلیچینگ تکنیک یک دندانی که این رقم بود چه رقم تبدیل شد به این نوع یک دندان روشن. خب این بود تکنیک واکینگ بلیچینگ شما. واکینگ بلیچینگ شما سر پست اپراتیو کانسیدریشن اینترنال بلیچینگ اگر گپ بزنیم چی این آفیس بلیچینگ باشه چی واکینگ بلیچینگ باشه
بعد از این کدام توصیه های پست اپراتیو را ما میتونیم کرده. بعد از اینکه رنگ دلخواه ما موجود آمد و دست آمد، چی میکنیم؟ کلسیم هیدروکساید. بازم که قبلا براتون گفتم یک پیست کلسیم هیدروکساید که از میکس نمودن پودر کلسیم هیدروکساید شون گفتیم غلظت کلسیم در داخل پودر بیشتر است. میکس میکنیم همراه با آب مقطر و برای 2 هفته در داخل کاویته میمونیم بعد از بلیچینگ. و همچنان پیریودیک فالوآپ مریض رو میکنیم تا اینکه ما سکرین کرده بتونیم که مریض آیا طرف سرویکال ریزابشن رفته یا نرفته. که من سرویکال ریزابشن ما از 1 الی 7 سال مریض میتونه که در اثر اینترنال بلیچینگ ما سرویکال ریزابشن بده. یعنی دفعتا آمده نداد مشکلی است. از همون خاطر میگیم که فالوآپ حداقل تا 3 سال ما باید کنیم و مریض را 6 ماه بعد یا 1 سال بعد یک زنگ برش بزنیم و بخوایم و یک اکسری بگیریم تا اینکه بدانیم مریض سرویکال ریزابشن داده و یا خیر. خب کامپلیکیشن هایی که اینترنال بلیچینگ که بازم تکرار از براتون چی هست؟ اکسترنال سرویکال ریزابشن هست که در تصویر در اکسری براتون بهتر معلوم میشه. و یک کامپلیکیشن دیگه که در اینترنال و در اکسترنال بلیچینگ در هر دوش ما داریم چی هست؟ دیکریز بوند استرنث اف کامپوزیت. ای که ما کامپوزیت رو میمونیم یا یک دندان رو همراه با کامپوزیت کاری میکنیم و میفهمیم که ما اول اچ میکنیم، باند میکنیم و هدف باند همی است که یک ریزن تگ ایجاد شود در داخل چوبول های دنتین. اگر ما دفعتاً بعد از پروسه بلیچینگ ما چی کنیم؟ بیم و مریض رو راسن همراه با پرکاری دائمی پر کنیم خود چی را دندان بقایای مواد بلیچینگ که در داخل دنتینال چوبول ها مانده می باشد این قسمت ها این نمیمانه، اجازه نمیده که یک ریزن تگ از اثر خود باند ایجاد شود و بالاخره یک ادهیشن درست از کامپوزیت همراه با دندان ایجاد نمیشه. مریض پس یک چند روز بعد همراه با پرکاری افتیده. سموخت طریقه درستش چی است که حداقل ما 1-2 هفته باید صبر کنیم. بعد از اینکه بلیچینگ انجام دادیم کلسیم هیدروکساید میمونیم و 1-2 هفته صبر میکنیم. 2 هفته بعد که مریض رو خواستیم کاملا مواد بقایای خود ماده بلیچینگی که باشه در داخل دندان خونسا می باشه و مریض بعد از اون اگر تداوی هم کنیم ریزن تگ هم ایجاد میشه و هیچ کدام مشکل ادهیژن یا بوند استرنث ما نمیبینیم. این بود کامپلیکیشن های اینترنال بلیچینگ و کنه فهمیده باشین. میم سر اکسترنال بلیچینگ. اینترنال بلیچینگ ما خواندیم که دو نوع بلیچینگ بود، ان آفیس بلیچینگ و واکینگ بلیچینگ تکنیک ما خواندیم سرش کامپلیکیشن هایش هم دیدیم. میم سر اکسترنال بلیچینگ خود اکسترنال بلیچینگ ما همچنان تقسیم شده به دو نوع بلیچینگ دیگه که ما برش ان آفیس بلیچینگ میگفتیم و هوم اپلاید بلیچ بهش میگفتیم. ان آفیس بلیچینگ ما که کاملا مربوط دکتر میشه و کاملا در تحت کنترل دکتر است. موادی که در این بلیچینگ اکسترنال و ان آفیس و ما میتونیم استفاده کنیم بلیچینگ است که پاپولاریتیش بسیار زیاد شده در وقتا خصوصا در افغانستان همچنان و یگانه نقصش چی است که مواد اکسترنال بلیچینگ ما شما که داریم بسیار هزینه‌اش بسیار زیاد بالاست. موادی که در این ما میتونیم استفاده کنیم چی هست؟ بلیچینگ کیت ما است که شامل چندین ماده است که بعداً باز میخوانیم. یک بلیچینگ کیت که بسیار زیاد هزینه‌شون بالاست. دیگه ویتامین ای باید حتما باشه که قبل از صدایی و بعد از صدایی بالای جنجوا و بالای سافت تیشو ما ایره اپلای کنیم. بعد چیک ریترکتر، یک ریترکتر خود چیک لایت پروتکتیو گلاسز که پروتکشن میکنه از چشمای شما و از چشمای دکتر. هم باید دکتر بپوشه داشته باشه و هم باید مریض. و بالاخره یک سورس، یک منبع لایت که اینی تصویر شما می‌بینید، یک منبع لایت شما که میتونه هالوژن لایت باشه، میتونه یو وی لایت باشه. چی میکنه؟ وظیفه‌اش چی است؟ گرمایش خود مواد بلیچینگ شما در کلینیکی که بالاخره باز موثریت بلیچینگ رو چی میکنه؟ سرعت بلیچینگ ما شما رو تیز میکنه، زیاد میکنه. این بود موادی رو که میتونیم استفاده کنیم در اکسترنال ان آفیس بلیچینگ. تکنیکش اگه ببینیم سرش گپ بزنیم، تکنیک ان آفیس اکسترنال بلیچینگ ما چی هست؟ برعکس اینترنال بلیچینگ، در اکسترنال بلیچینگ ما اون دندان هایی که مکمل در اسمایل لاین ماست، در استاتیک زون ماست که اون از یک کناین گرفته تا به دیگه کناین یا از پریمولارها گرفته، از یک سمت پریمولارها گرفته تا به پریمولارهای دیگه چی می باشه؟ انوالو می باشه که بستگی به این داره که یک شخص وقت خنده میکنه اگر استاتیک زونش یا اسمایل لاینش فقط از یک کناین گرفته تا به کناین دیگه است ما مکمل اینمی از یک کناین تا به دیگه کناین میکنیم بلیچ. و اگر اسمایل لاینش یا در استاتیک زونش وقتی خنده میکنه پریمولارهایش همچنان معلوم میشه، ما چی میگیریم؟ پریمولارهای خودم هم در تداوی میگیریم. تکنیکش چی رقم است؟ تکنیک اکسترنال ان آفیس بلیچینگ ما در قدم اول آیسولیشن.
بعد از ایسولیشن پری اپراتیو کنسیدریشنز یا توصیه های پیش از تداوی که چی هست؟ اپلیکیشن ویتامین ای است. ویتامین ای ما میفهمیم که یک آنتی اکسیدنت بسیار خوب و بسیار قوی است و چون ماده بلیچینگ ما گفتیم که بسیار زیاد مخرش است، یک ایریتانت بسیار قوی است، یک اسید بسیار قوی است، از توسط آزاد ساختن رادیکال های آزاد میتونه که جنجوای ما را و سافت ټیشوی خود جاف دهن ما را تخریب کنه. از همون خاطر است که ویتامین ای حتمی است. پیش از اینکه شما ماده بلیچینگ را بالای دندان اپلای کنین، ویتامین همراه با ویتامین ای را که مکمل در شکل سواب همه میگیرین، بالای جنجوا میزنین و بالای خود لب در کنجای لب میذارین تا اینکه جلوگیری کنه بتونین از تماس بلیچینگ بالای خود جنجوا. بعد از اینکه ویتامین ای را اپلای کردین، شما اپلیکیشن جنجوال بریر که یک بریر جنجوال پروتکتر همچنان ما میتونیم گفته در رنگ آبی که شما میبینین مکمل چی هست؟ جنجوال بریر شماست یا جنجوال پروتکتر شماست که در کیت بلیچینگ شما میاد به شکل سرنج همراه با سرنج زده میشه در ساحات جنجوای شما و بالاخره لایت میشه. لایت که شد اینجا سخت میشه، رقم یک پلاستیک واری میشه که همراه با اکس رقم شما باز میتونید دور کنین بسیار باسانی. بعد از اینکه جنجوال بریر خود که در رنگ آبی شما میبینین اپلای کردیم با جنجوال خود کاملا پوت کردیم پوشانده میشه، چی میکنیم؟ اپلیکیشن اف هیدروژن پروکساید بلیچینگ جل در رنگ یاسمندی که شما میبینین یک جل از هیدروژن پروکساید است که هم در کت که ما داریم در کت میاد. بعد از اینکه جل را ما اپلای کردیم چی میکنیم؟ لایت اکتیویشن که لایت ما گفتیم که لایت میتونه هالوژن لایت باشه، لایت میتونه یووی لایت باشه. لایت رو برای 20 دقیقه که خود اینجا میبینین شما یک منبع لایت هست، یک منبع لایت است که از رقم کمپانی ها رقم لایت است با مختلف قیمت ها اینا میگیریم بالای امی ساحه. ببخشید قبل از اینکه لایت شروع کنیم چی میکنیم؟ به مریض گلاسز میپوشانیم و خود دکتر گلاسز میپوشن تا چشمای خود محافظت کنه بتونیم. بعد از این که گلاسز پوشیدیم لایت میگیریم و آن میکنیم در می ساحه قسمت دندان ها برای 20 دقیقه تا اینکه مواد بلیچینگ هیدروژن پروکساید ما چه گرم بشه که گرم آمد فعالیتش هم زیاد میشه. لایت اکتیویشن، بعد از لایت اکتیویشن ما یک 20 دقیقه بعد لایت را آف میکنیم، شید دندان های مریض را چک میکنیم. اگر شید دندان های ما بود مریض رخصت میکنیم، اگر نبود دوباره ما بر بار دوم و سوم هم همین پروسه را تکرار کرده میتونیم. از 3 بار بیشتر نه، از 3 بار بیشتر تجویز نمیشه. بیشترین مقداری که ما میتونیم اپلای کنیم همین 3 دفعه است. بعد از 3 دفعه اگر مریض کدام نتیجه نداد شما میفهمید که منبع این دیسکالریشن دون چی است؟ انترینسیک است. post operative consideration after external bleaching ما چی می‌کنیم؟ application of vitamin E که vitamin E رو ما گفتیم قبل از تداوی ما می‌زنیم اپلای می‌کنیم و بعد از تداوی همچنان. بعد از اینکه ویتامین ای زدیم مریض رو میگیم انفارم می‌کنیم درباره سنسیتیویتی دندان‌ها، چون خود ماده هیدروژن پروکساید که است یک ماده است که با وزن مولکولی بسیار پایین بسیار کم است، می‌تونه بسیار آسانی از انامل که ما میگیم یک غشای نیمه قابل نفوذ است، یک سمی پرمیبل چی است؟ استراکچر است. غشا نیست ببخشید، یک سمی پرمیبل تو استراکچر ما است مینای دندان و ماده بلیچ چون گفتیم که وزن مولکولی بسیار کمتر بسیار خطرناک داره، میتونه از طریق انامل داخل دنتین شود و بالاخره از دنتین داخل پلپ شود و یک مخرش برای پلپ شود که باعث التهابات اکیوت پلپ شود. از خاطر مریض یگان وقت هایپر سنسیتیویتی پیدا میکنه، اما این سنسیتیویتی دائمی نیست. زیاد که دوام کنه یک هفته یا 2 هفته با مریض قبلا پیش میگیم براش تا مریض چی نشه ورخطا نشه که چطور بلیچ هم کردم پیسام دادم و آخر دندانای ما مزست دادم حساس شد. تشویش مریض رفع میکنیم و تجویز سوم که ما میدیم چی هست؟ پرسکریپشن آنالژزیک و آنتی انفلاماتوری دراگز در صورتی که ما ببینیم که جنجوا ما اریتیت شده. و بالاخره در قدم آخر ما چی میکنیم؟ فلوراید تراپی چون بلیچینگ ایجنت ما وقت در قسمت بالایی خود دندان ما میزنیم باعث دیهایدریشن منرال های انامل میشه. از این خاطر است که ما یک فلوراید تراپی در قسمت آخر با یک حتمی است که باید فلوراید تراپی کنیم. میم سر این آفیس وایتال بلیچینگ سر فوایدش ادوانتیجز و دیس ادوانتیجز اگر بزنیم فوایدش اگر ببینیم چی است؟ under the dentist's control کاملا تحت کنترل دکتر دندان است از اون شروع تا آخر و تاثیراتش بسیار زیاد سریع است نسبت به تکنیک‌های بلیچینگ دیگه.
محصولاتش بسیار زیاد سریع هست. دیسادوانتیجز چی هست؟ های کاست، هزینه بسیار زیاد بلند، خیلی خیلی قیمتاش بلند است. از این آفیس اکسترنال بلیچینگ از اما کتی که ما میریم و unknown duration of the treatment. این ما نمیفهمیم که چقدر وقت می تداوی که ما کردیم دوام بخواد. 1 سال دوام میکنه، 2 سال دوام میکنه، 3 سال دوام میکنه، ما نمیفهمیم. یعنی پردیکشنش ما نمیفهمیم که چقدر وقت دوام بخواد. که آوتکام و پروگنوزش ما نمیفهمیم. این هم یک دیسادوانتیج است. این بود پروسه این آفیس وایتال بلیچینگ شما. میایم سر بلیچینگ نوع دیگه از اکسترنال بلیچینگ خود، از اکسترنال وایتال بلیچینگ خود که چی است؟ هوم اپلاید تکنیک. در هوم اپلاید تکنیک کاملا تحت کنترل مریض می باشه و دکتر فقط راهش برش نشون میده، برش میگه که چه کارا باید کنه. در قدم اول مریض که پیش دکتر میاد یک امپرشن، یک قالبگیری صورت میگیره. بعد از اینکه قالبگیری شد، قالبش ریخت میشه، لابراتوار روی میشه تا برایش یک نایت گارد دیگه که میبینید میگن پلاستیکی، یک نایت گارد و نایت ساخته شد براش. نایت گارد که بعد ساخته شد، بعد که در دست دکتر آمد، دکتر نایت گارد چک میکنه، مارجین هایش چک میکنه. بعد از اینکه چک کرد، مریض رو میگه که یک جل برش میده که این جل ما شامل چی باشه؟ کاربامید پروکساید 10 الی 15% که فیصدی پروکساید نسبتا کمتر از هیدروژن پروکساید است و به شکل جل یا به شکل خمیر یا پیست می باشه. به مریض داده میشه و به مریض گفته میشه که در قسمت های لابیال امی نایت گارد این مواد که کاربامید پروکساید را اپلای کنه و یا از طرف شو یا از طرف روز. از طرف روز اگه میکنه مثلا از صبح تا شب فقط در جریان نان خوردن یا دور کنه و از طرف شب اگه میکنه از سر شب تا اینکه تا صبح که میخیزه برای 2 هفته هر روز. یعنی این مواد رو میزنه، اپلای میکنه، میشه پاس میکنه، دوباره پس از طرف شب یا از طرف روز دوباره تکرار میکنه. و این قصه به تصویری که میبینیم تکرار کرد. هر هفته میره پیش دکتر برای یک چکاپ. دکتر باز برش میگه که یا تداوی استاپ کو و یا هم بود. بسیاری از اوقات دیوریشن امی تریتمنت ما که توسط هوم اپلاید نایت گارد است برای 2 هفته است. از 2 هفته بیشتر دوام نمیکنه و به مریض گفته میشه که اگر کدام حساسیت احساس کردی یا کدام اریتیشن سافت ټیشو یا از جنجوا احساس کردی، در خطر تریتمنت استاپ کو و بیا پیش ما یک از خاطر یک چکاپ. خب ادوانتیج هوم اپلاید نایت گارد بلیچینگ تکنیک ما چی است؟ یوز اف لوور کنسنتریشن اف پروکساید. فیصدی پروکساید که در کاربامید استفاده میشه چی بود؟ 3% بود که کمتر هست. پروسه دیگه ما بود و ایز آف اپلیکیشن که چون گفتیم فقط یک مو نایت گاردش در لابراتوار ساخته میشه، دیگه کاملا اپلیکیشنش بسیار ساده است. در قسمت های لابیال نایت گارد ما بلیچینگ ایجنت رو میزنیم و از طرف شب یا از طرف روز میمونیم و مینیمال ساید افکت هایش نسبت به پروسه های دیگه ما کمتر است و از خاطر از این کم است که کنسنتریشن یا غلظت پروکساید که ما در کاربامید پروکساید داریم کمتر نسبت به موادهای دیگه است و هزینه پایین‌تر، lower cost یا یک فایدهش است. disadvantages چی هستن؟ longer treatment timeش نسبت به این آفیس بلیچینگ ما دوامدار هست، حتی به هفته ها، 2 هفته، 3 هفته میتونه که دوام کنه و the potential for soft tissue changes with excessively extended periods. میدین بعضی از وقتا میتونه که باعث اریتیشن جنجوا شوه و یا باعث کدام تغییرات جنجوی دیگه، مثلا جنجوال ریسشن که از این دکتر نمیتونه گارانتی کنه برش بگه. این یگان مشکلات های از خود را داره. کامپلیکیشن های اکسترنال بلیچینگ ما چی هستن؟ کامپلیکیشن های اکسترنال بلیچینگ ما که کامپلیکیشن بسیار زیاد شایعش چی هست؟ توت سنسیتیویتی که ما گفتیم در اثر انتشار خود ماده H2O2 در داخل پلپ، چون گفتیم وزن مولکولیش بسیار زیاد کم است، در داخل پلپ که بره تبدیل میشه به هیدروکسیلاینز و اکسیژناینز و رادیکال های آزاد اکسیژن رو ایجاد میکنه که همراه با پلپ یک ریاکشن میکنه و باعث سنسیتیویتی خود پلپ میشه. کامپلیکیشن دیگه که میتونه بتا چی هست؟ جنجوال ایریتیشن هست. ایریتیشن یا خود سوزندگی خود جنجوا به این تصویر شما بهتر میکنین. 2 دندانه قدامی را مریض بلیچ کرده و میدونید چی حد جنجوای این مریض سوخته یا برن شده یا اریتیت شده در اثر استفاده هیدروژن پروکساید اکسترنال بلیچینگ ما شما. یک اختلاط بسیار زیاد جدیش است و اختلاط سومی که میتونه که در انترنال بلیچینگ همچنان میداد چی بود؟ decreased bond strength of composite. این decreased bond strength ما اگر مثلا مریض بیا که دندانش را اکسترنال بلیچینگ میکنه و
با از سمت داخل یک پرکاری یا یگان چیز دیگه هم داشته باشه. اگر ما بعدا مریض رو دفعتاً پرکاری کنیم و صبر نکنیم و فلوراید تراپی نکنیم، باعث چی میشه؟ دیکریز بان استرنگث باشه که طریقه کلینیکیش می است که بعد از اینکه اکسترا بلیچینگ شد، فلوراید تراپی شد، مریض یک هفته روان کنه خانه و یک هفته بعد یا 2 هفته بعد دکتر بخواهش پس دوباره یک ریستوریشن برش کنه. این بود اختلالات های کامپلیکیشن های اکسترنال بلیچینگ ما شما. خب یک سوال عمده که اکثر مریض داره و دکتر همچنان در بعض اوقات داره، مریض میگه که دکتر صاحب می بلیچینگی که میکردم چقدر وقت دوام میکنه؟ ورش بگی 1 سال خب مگریز دفعه از کلینیک هیچ نمیکنه. خب چی میگیم به مریض؟ به مریض میگیم که بستگی داره به این که تو چی میخوری و بستگی داره به این که چه قسم شما حفظ صحی خود و می دندانهای بلیچ شده خود مراقبت میکنید. مثلا حفظ صحی خود باید شما مراعات کنین و غذای زیاد رنگ تاریک برای یک چقدر وقت شما باید جلوگیری کنید ازش و نخورید. کاملا بستگی به شما داره. اما بسیاری از کتابایی که میگه و بسیاری از مریضایی را که ما دیدیم بلیچینگشان 1 سال دوام میکنه. از همون خاطر ما بلیچینگ رو چی میگیم؟ یک تداوی اوکیژنال میگیم. مثلا براید و گروم یا کسانی که یک مفعول داشته باشه، مریضای ما که پیش ما میاد، همون کسایی هستن که یک مفعول داشته باشه، مثلا آروسیشون پیش رو باشه یا شیرینی خوریشون میگن که دکتر صاحب دندانای مرا بلیچ کن. ما چی میکنیم؟ میگیم به مریض پیش که بلیچینگ شما فقط 1 سال یا زیاد که دوام کنه 1.5 سال دوام میکنه از اون. اما بازم برش میگیم که اگر مراقبتش خوب کنین، شما دندانایتون خوب نگاه کنین، امکاناتش هست که حتی تا 3 سال هم دندانهای بلیچ شده شما دوام کنه. این بود موضوع وبینار شما که تمام شد. تشکر از توجهتون. کدام سوال اگر باشه بتونید موفق باشین. ویدیو رو حتما شریک سازید و چنل های یوتیوب رو اگر سابسکریب نکردین حتما سابسکریب کنین. وقت خوش. خدا حافظتون.